با لب دمساز خود گر جفتمی، همچو نی من گفتنی ها گفتمی. لب دمساز به معنی کسی است که در نی میدمد، یعنی دم نی را میسازد، نوازنده نی هست. اما در مورد اینکه دمساز به صورت خاص به چه معناییه، باید اول راجع به لب یه مقدار تأمل کنیم. واژه لب در اینجا به معنی لب دریاست. خود مولوی در جایی گفته که من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لا گویم مراد لا بود. این دریا دریای عدم یا دریای سکوت و خاموشیه. دریای سکوت و خاموشی یک دریای کیهانی گسترده‌ای هست که تمامی صداها و اصواتی که در این جهان ما میشنویم امواج اون دریاست. امن از صدای سازها، صدای پرندگان، صدای حیوانات، صدای انسانها، صدای اتومبیل‌ها، قطارها، هر صدایی که ما تو این جهان میشنویم در واقع ناشی از امواجیه که در اون دریای خاموشی یا دریای سکوت ایجاد میشه و هر گفتنی در واقع، هر سخنی به مثابه جویباریه که از اون دریا سرچشمه میگیره. مولوی خودش در جای دیگه میگه که خاموشی بحر است و دریا هم گفتن همچو جو، بحر میجوید تو را جو را مجو. یعنی در واقع این بحر دریا یا دریای خاموشی اصل و منشأ هر گفتار و سخنی هست، هر صوتی هست. به همین خاطره که ما میگیم که تمامی صداها امواجی هستند که بر روی این دریای سکوت و خاموشی به وجود میان به شکل‌های مختلف. به خاطر همینه که هر صدایی میتونه ما را از سطح این دریا به عمق دریا ببره. حتی صدای وزوز یک مگس هم میتونه ما را از سطح به سمت عمق راهنمون بشه. پس صدای نی هم در واقع دمسازی نی در همین دریای خاموشی و عدم صورت میگیره. مولوی از آنجایی که خود را به نای میان تهی تشبیه میکنه میگه که من هم زمانی مثل نی به صدا در میام و به سخن گفتن در میام و گفتنی ها رو میگم که با این عدم هماهنگ بشم، با این دریای سکون، بر لب این دریای سکوت و خاموشی قرار بگیرم. خب ببینید، دمساز که گفته میشه یک ایهامی هم به نفس داره، چون نایزن در واقع از نفس خودش هست که در نی میدمه. جالبه بدونیم که از نظر عرفا این هوایی که ما تنفس میکنیم در واقع امواج حاوی عناصری است، حالا تعبیر امروزی میگیم اکسیژن، که صورت این عنصر را به خودش گرفته ولی اصلش از عدمه. به خاطر همینه که در طریقت‌های عرفانی تنفس یعنی دم و بازدم هوشیارانه خودش یکی از مهمترین روش‌های مدیتیشن و مراقبه است. پس در نتیجه این نفس‌ها، این دم‌ها و بازدم‌ها یک رفت و برگشت به همین دریای سکوت و خاموشی و عدم هستند. حالا ببینید، در مورد خلاقیت‌ها در هنر، ما یک هنر تقلیدی داریم. فردی میاد مثلا آهنگی را که دیگری ساخته تقلید میکنه دیگه. یک هنر جنبه خلاق داریم.
اون جنبه خلاق از عدم میاد و اون تقلیدی بازتاب اون جنبه خلاقیه که از عدم اومده. پس مولوی شرط گفتن خودش را در این میدونه که با عدم هماهنگ بشه، با اون دریای سکوت و خاموشی هماهنگ بشه، یا به تعبیر خودش با لب اون جفت و جور بشه. نکته‌ای که باید در اینجا توجه کرد بهش اینه که بعضی از این بیت و ابیاتی مثل این نوعی جبرگرایی را استنباط کردن. خب اینجا ما باید یک نکته‌ای را بدونیم. کسی که با عدم هماهنگ میشه فاقد سلف یا نفس یا خوده. چنین کسی در واقع وقتی که فاقد سلفه، سلفیش یعنی خودخواه نمیتونه باشه و در نتیجه جبرگرا نمیتونه باشه، چون جبری که اکثر مردم میپندارند و جبر مذموم هم هست، جبر ناشی از خودخواهی و خودکامگیه. خب اصلا ما نباید بحث جبر و اختیار را در اینجاها از نقطه نظر کلامی و تئولوژی مطرحش بکنیم. اینجا در واقع بحث هستی یا عدم هستیه. اینها همگی لازمه هستی ماست. یعنی در واقع اون جایی که دیگه هستی نیست، سلف نیست، و سلف که نیست دیگه جبر و اختیار یک سویه دیگری پیدا میکنه، یک منطق دیگری پیدا میکنه. به قول خود مولوی میگه من چه گویم، یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست. یعنی وقتی که سلف، من، نفس دیگه در میان نیست، در واقع ما نمیتونیم منطق سلفیش جبرگرایی را مطرح کنیم و بگیم که مولوی اینجا جبرگرا شده و در واقع به صورت جبرگرایانه داره نظرش رو میگه. با لب دمساز خود گر جفتمی، یعنی اگر هماهنگ باشم همچون نی من گفتنی ها گفتمی. چون نی هم همینطوره، نی هم کسی در نی می نوازه، اما همون نفسی که در نی نواخته میشه نفسیه که نیزن استنشاق میکنه و همون حاوی عناصریه که صورت عنصری خودشون را در این عالم گرفتن، اما به هر حال اصل اونها عین آینه در عدم و در حوزه ناتینگه. پس اینجا نی هم ایهام داره به ساز معروف و هم ایهام داره به عدم و ناتینگ. موفق باشید.